سرای شاهزاده در مدت تقریبا 3 هفته تاخیر الان سه شنبه دوباره به فعالیت خود آغاز کرد و مشکلاتی که ما داشتیم امرای مسئولین وزارت مالیه، وزارت تجارت و مسئولین ریاست افغانستان بانک او را ما در میان گذاشتیم. اونا تعهد داشتن برای که این مشکلات حل میشه و سایر سپرده های مردم هم همچنان برشان پرداخت میشه روی یک مکانیزم و ما همچنان تعهد داریم که به مردم خود خدمات شایسته را انشالله که ارائه بکنیم تا که امی چرخ اقتصادی کشور ما شروع به فعالیت بکنه. دیگه از روز که امارات اسلامی آمد چند مدت دکانای ما بسته بود. بعد از اون ما چند کلانای ما یا معاونین سرای شاهزاده که دی افغانستان بانک که بزرگای امارات اسلامی ملاقاتای داشتن، اونا عادی همکاری برای ما دادن. ما پس سرای امروز خلاص کردیم. چالش ها چی بود طبعا چالش ها یکی چالش امنیتی بود چون بسته نظام تغییر تبدیل شده بود، یکی سیستم بانکداری بسته بود و دی افغانستان بانک ما کل کار و بار ما که دی افغانستان بانک است. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره